من بذارید با هموطن بعدی صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید هموطن. الو، بفرمایید قربان. سلام عرض میکنم. سلام بر شما. من اسمم بابک هست، 20 سالم دانشجو هستم تو آمریکا. زنده باشین، بفرمایید. ببخشینم فارسیم خیلی ضعیف هستش، یعنی سواد خوندنم ندارم، اینجا بزرگ شدم. صداتون خوبه. یک ذره‌ای که متوجه شدم از این برنامه‌تون. خواهش می‌کنم. من آخه هر روزم جزء درسامم روزنامه‌های به زبان انگلیسی که از خارج روی اینترنت هستش، یا از ایژیا تایمز یا از روزنامه‌های روسیه که به زبان انگلیسی. بله. یعنی کلاً اخبار جهانو از روی اینترنت مثل جوانای دیگه اینجا میخونم و خبر از اینترنت میگیرم. زنده باد، بفرمایید. و حدود یک سال و نیم هستش الان که روزنامه‌های ایژیا تایمز و خود گاردین هم که روزنامه انگلیس معروف انگلیسی هست گفتن که هدف اصلی وست یعنی غرب با ایران این هستش که جاهای ایران رو تقسیم بایستی کرد، برای اینکه اولین درسی که اتفاقا تو کلاسای میلیتری میدن این هستش، ببخشید به انگلیس میگم ولی divide and conquer، اگه متوجه بشید که دشمن تو همیشه بایستی تقسیم کرد که بتونی به هدفت برسی. و اتفاقا تو روزنامه های ایژیا تایمز و گاردین نوشته که اتفاقا هدف با ایران این هستش که آذربایجان و سیستان بلوچستان و مخصوصا خوزستان ولی حدود 3-4 تا قسمت ایران رو بایستی تقسیم کرد از خود اون جای وسط پارس ایران که دیگه آینده ایران سخت نباشه برای غرب یا برای انگلیس یا برای آمریکا جواب نتونه بده برای هدفهای کشیدن نفت و نچرال گاز ایران. و اصولا تکرار همین داستان ورلد هیستوری هستش که اتفاقا همون جوری که عراق رو دارن تقسیم میکنن بین کرد، بین شیعه، بین سنی، بین هرچی که بتونن راحت‌تر به هدفاشون برسن، برنامه اصلیشون هم همین هستش برای ایران بین الان و حدود 1-2 سال دیگه. و یعنی دارم میگم سواد فارسی ندارم که بخونم یا کلا متوجه بشم حرف زدن شماها رو، ولی به زبان انگلیسی که فقط بلدم برای که اینجا بزرگ شدم این حرفا رو دارم گوش میدم. و من آقای ریگی رو نمیشناسم، ولی اگه خودش نتونه این نقشه بزرگ غرب رو ببینه و بین خودش از خودش بپرسه که قاطی کردن کارش یعنی مخالف هست با این هدف یا نه، اگه قبول داشته باشه این هدفو پس واقعا بایستی خجالت بکشه از خودش، یعنی از یه ایرانی، نه سیستانی بلوچی نه سنی، ولی از یه ایرانی بایستی واقعا خجالت بکشه. من حرفم تموم شد. مرسی. ممنونم از شما. من نفهمیدم چرا آقای ریگی باید خجالت بکشه. حالا مطالبی که این جوان گفت جالب. شنیدید آقای ریگی چی گفتن که؟ بله ایشون مقصودشون این بود که چون هدف غرب برای ایران، البته این هایپوتتیکال به قول خودشان هست، فرضی است، چون هدف غرب تقسیم ایران هست، تقسیم ایران به بلوچ و کرد و فارس و اینا هست که ایران کشور ضعیفی بشه و تقسیم بشه و در آینده جهان نقشی نداشته باشد، بنابراین آقای ریگی باید خجالت بکشه که چرا این کارو میکنه. دوست عزیز، من یک جمله میخواستم بگم، اون اینه که متاسفانه بعضی افراد درس میخونن، کلاس میرن، ولی شعور و فهم درک مسائل و واقعیت ها را ندارن. این که غرب میخواد ایران چطور بکنه یا ایالات متحده میخواد ایران چطور بکنه، هرگز ایران اونطور نمیشه. اون که ما ایرانی بخواهیم اونطور میشه. ما امروز مردم ایران تن به بردگی دارن، بردگی دادن، برده هستن. اگر مردم ایران بخوان آزاد زندگی بکنن با حفظ اون همبستگی هایی که با همدیگه داشتن از قدیم الایام، ایرانی بودن، ارزش های ایرانیشون را حفظ بکنن،
ایرانی هستن. دیگه نیاز نیست که ما از این و از اون بترسیم، مثل اون کسی که از تاریکی شب هم میترسه که ترسش بدون علته، ترسش بدون یک ترس منطقی نیست. زنده باد، زنده باد ریگی. درود بر تو، بسیار سنجیده جواب دادی. زنده باد. درود بر شما هموطن. با آقای ریگی صحبت می‌کنیم. بفرمایید. با بنده هستید؟ با حضرت عالی قربان بفرمایید. سلامت آقای مشیری، من مهدی ذوالفقاری هستم. مهدی جان حال شما چطور آقای ذوالفقاری؟ ممنون، قربون شما برم. خیلی متشکرم که به حال این برنامه بسیار جالبی رو درست کردید. قربان تو برم. متاسفانه حالا در سطوح مختلفش اپوزیسیون ایران هیچ نوع بلندگویی رو نداره. بله. که مسائل خودشو مطرح بکنه. به حال خیلی ممنونم از این برنامه. مسئله که میخواستم توضیح بدم که بسیار مهم هستش در تاریخ ایران، هر نوع جنبشی که در 100 سال اخیر در ایران انجام شده متاسفانه از طریق حکومت‌های ایران برچسب تجزیه طلبی، بله، خیانت و تجزیه طلبی و خدمت بیگانه و بله تمام این برچسب‌ها خورده شده. یعنی به هر نوعی که تونستن، چه وابستگی به خارج، امروزه هر خبری که در ایران بشه، هر نوع حرکتی که در ایران بشه، متاسفانه از اونجایی که بلندگوهای رژیم در سراسر دنیا در واقع با پولهایی که خرج میکنن و با عناصری که دارن تبلیغ میکنن، در نتیجه همه وابسته به امریکای جهانخوار هستن، همه وابسته به اسرائیل هستن. در گذشته هم اگر در جنبشی در کردستان بوده که بوده در 100 سال اخیر، در آذربایجان، حتی در این چند وقت سال گذشته 2 سال گذشته در خوزستان خودمون عرب‌های ایرانی، بله، وقتی که شورش کردن همه وابسته به وهابی‌ها شدن، وابسته به عراق شدن، بله، وابسته به امریکا شدن و غیره و غیره. درسته. این نکته به نظر من باید سوالایی که مردم میکنن یا بینندگان میکنن خیلی مهمه که توضیح درست داده بشه بهشون واقعا. زنده باد. به هر حال خب شما در توانایی خودتون من میبینم که موجود هست به خاطر تاریخ و غیره و غیره. بله. این نکته‌ای میخواستم خدمتتون با عرض معذرت انتقادی بکنم در نوع سوال کردن. البته آقای دیگی خب به حال تسلط کامل دارن خوشبختانه، ولی اینی که ببینید هر چیزی که هر کسی که نوعی وابسته به یک جنبشی میشه یا به یک حرکتی میشه، رژیم اینو به روشن اثر راه خودش بر میداره. نکته‌ای که در مورد اون منزلی که به اصطلاح مقداری اسلحه گیر آوردن و یکی از فامیل‌های اون شخصی که صاحب منزل بود و اعدامش کردن، نکته خیلی مهمی هستش. در نتیجه اینی که کسانی که در واقع در دست رژیم هستن آیا وابسته به این جنبش هستن یا نیستن، به حال میتونه افشا کننده باشه یا نمیدونم دستاویزی بده به رژیم جمهوری اسلامی که اینها رو اعدام بکنه تحت نام اینکه اینها وابسته به این جنبش هستن و نیستن. این به نظر من خیلی مهمه. درست البته خب رژیم کار خودشو میکنه، کشتار خودشو میکنه، نمیدونم برچسب‌ها یا در واقع چیزهایی که میخواد وابسته میکنه به هر جنبشی و به مسائلی که مطرح میکنه خب خیلی مهم هستش. در نتیجه نباید ما کمک کنیم به اینکه دستاویزی بدیم به رژیم جمهوری اسلامی یا به هر رژیم مستبد و به ضد مردمی که از این دستاویزها بتونه استفاده کنه و سر مبارزین رو زیر آب بکنه. خیلی متشکرم. ممنونم شما. امیدوارم بیشتر از این نوع برنامه‌ها به ویژه با کسانی مثل آقای دیگی داشته باشیم. متشکرم. قربان شما. عرض کنم که نکنه من آقای دیگی رو قطع کردم ایداد دست من خیلی بد شد. وقت ما هم تمام شده، حیف شد. عرض شود که ذوالفقاری عزیزم، من با شما موافق نیستم آقای ذوالفقاری. ببینید وقتی یه شخصیتی مثل آقای ریگی که در حال مبارزه هست و خط هستن خط آقای ریگی هست، بله توضیح میدادم آقای ریگی در جواب آقای ذوالفقاری دوست قدیم که گفتن هر سالی نباید بشه. من مخالفم با ایشون. وقتی یک شخصیت اجتماعی به خصوص کسی که اقدام کرده در عمل و کار نظامی میکند، این هر سوالی که ممکنه در ذهن هموطنان باشه باید این سوال مطرح بشه
شخصی که جواب میدهد بایستی احتیاط بکنه. این است که ما نمیتوانیم بند بر زبان بگذاریم. این اساسا خلاف آزادی بیان دوست عزیزم آقای ذوالفقاری که ما فلان سوال رو بکنیم فلان سوال رو نکنیم. اون شخصی که جواب میده اتفاقا آقای دیگه اگر حرفشون کلی بودن بله، ولی در خصوص این که این افرادی که وابسته به ما هستن یا نه، ما حقیقتش در تمام خبرگزاری هایمون، خبررسانی هایمون، اون چیزی که حقیقت داره اون را میگیم. متوجه شدی یا نه؟ اگر اون چیزی که حقیقت داشته باشه اون را ما اعلام میکنیم و این وظیفه ماست و من هم به مسئولین اطلاع رسانی را قبلا هم ابلاغ کردم که هر چیزی هست اون را اعلام بکنه اگر نیاز به اعلام داره. الان یک مسئله هست که ما نمیخوایم که کسی بدونه و نیازی هم نیست که اعلام بشه، پس اعلام نشه بهتره. بله، یک مسئله هست ضرورت داره که باید اعلام بشه، پس باید راستش را اعلام کرد. اون چیزی که واقعیت هست اون را باید انعکاس داد. اتفاقا من فکر کردم آقای ریگی شما در باب این آقای نکونام که یک جانور بسیار وحشتناک و یک جنایتکار بسیار مخوفی است خیلی نرم و ملایم و دیپلماتیک برخورد کردید و من هم خوشحال شدم که شما این گونه برخورد کردید. اما بایستی من حتما این سوال از شما می‌کردم. آقای ریگی عزیز، اون چیزی که واقعیت داره، الان بنده این حرفایی که زدم که اینا این ظلم ها جنایت ها کردن، خب اینا مستندات هستن، همه مردم میدونن. نمیشه که ما بالاخره یک چیزهایی یا اینکه غلو در کلام بکنیم، افراطگویی در صحبت کردن بکنیم، در چیزایی که هستش افراط بکنیم. اون چیزی که ما ایرانی ها نیاز داریم آزادی هست. زنده باد، زنده باد. بزرگترین چیز ما هست و این بزرگترین خواسته هر ایرانی هست و برای احقاق این خواسته، برای احقاق حقوق آزادی خودمون هم حاضر هستیم هر بهایی را پرداخت بکنیم تا پای جان هم. درود بر شما. مشکلی نیست. خب یک هموطن دیگر هم جواب میدیم. آقای ریگی متاسفانه چون وقت ما رو به اتمام هست. درود بر شما، بفرمایید قربان. آقای مرشدی سلام عرض می‌کنم جناب. سلام بر شما قربان. با تشکر از شما که آقای ریگی دعوت کردید و با سپاس از آقای ریگی ما خیلی ازشون یاد گرفتیم امروز. درود بر شما. بله خیلی خوب صحبت کردم. بله. آقای مرشدی شما به رستم اشاره کردید، فرمودید بلوچ بود، آقای ریگی هم گفتن. این یه چیز نشون میده که هر کدوم از اقوام ایرانی فرهنگ خودشو داره، تاریخ خودشو داره، آداب و سنن خودشو داره، شناخت اونا و احترام به اونا و به رسمیت شناختن اونا و اینا اونها رو در کنار هم قرار بدیم. این میتونه تمامیت ارضی کشورمون رو حفظ کنه، اصلا ضمانت کنه. در مورد فدراتیو هم باید هر کاری در زمان خودش بررسی کنیم. بله. فدراتیو طبق ویژگی‌های جامعه ایران باید باشه، نه مثل سوئیس یا آمریکا. اینو به ما مربوط نیست که از اونو کپی بکنیم. بله. در مورد تجزیه ایران هم اگه مردم ایران نخواد ایران تجزیه بشه، دنیا هم جمع بشه، نمیتونه ایران رو جدا کنه. زنده باد، زنده باد. من خودم یک کردم، اگه کسی در کردستان ادعای تجزیه بکنه، خود کردها در مقابلش میستن. درود بر شما. همینجوری. این اتهام تجزیه یه چماقیه که زدن تو سر اقوام ایرانی که از قدیم و جدید بله. هیچ ایرانی، اصلا ما هزاران سال در کنار هم زندگی میکنیم. بله. پاکستان یا جای دیگه نیستیم که با یه بادی اصلا جدا بشیم. مرسی جناب، خداحافظ. قربان شما، درود بر شما. ممنونم آقای ریگی، از شما بسیار سپاسگزارم. به نظر من مطالب خیلی خیلی جالبی رو گفتید، در یک سطح خیلی خوب طرح کردید و البته یک سوالی هست که بنده خودم تقریبا این سوال را مطرح میکنم و بعدم جوابش آقای ریگی شما اگر یک مسئله هست اون اینه که یکی از دوستان قبلا گفته بود که در این سالهای اخیر، در این قرن اخیر، همه کشورهایی که توسط فعالیت‌های مسالمت آمیز فعالیت شده اونجا به یک حکومت دموکراتیک رسیده، نه با فعالیت‌های نظامی. که البته چند شب قبل هم در اون مصاحبه یکی از دوستان صحبت کردن که البته به من فرصت صحبت کردن داده نشد و گوشیم قطع شد و دوباره هر چی بنده تماس کردم که تماس برقرار بشه کوشش کردم، تماس برقرار نشد. بله. اون مسئله رو اینجا میخوام بگم، اون اینه که در همون آفریقای جنوبی که الان یک حکومت دموکراتیک روی کار اومده و همین آقای نلسون ماندلا که جایزه صلح نوبل هم بهشون دادن، یا در همون هندوستانی که مهد بالاخره اون فعالیت دموکراتیک بود توسط آقای مهاتما گاندی، در هر دو این کشور فعالیت‌های نظامی هم بوده. در خود آفریقای جنوبی فعالیت نظامی یک نوع جهشی به آزادی داد، یک نوع جهشی، یک نوع به زانو درآوردن حکومت آپارتاید بود. تنها فعالیت‌های دموکراتیک، تنها فعالیت‌های
مسالمت آمیز در آفریقای جنوبی نبود. همین خود آقای نلسون ماندلا فرمانده نهضت ملت بود، فرمانده گروه نظامی کنگره ملی آفریقا بود. حتی اعلامیه حقوق بشر هم اعلام میکنه که اگر که مردم از طریق صلح‌آمیز نتوانستن خواسته هاشون به دست بیاورند و حقوقشون استیفا بشه میتوانن قیام کنن. بفرمایید. بله درسته. ولی این نکته هست، این خیلی مهمه که مردم این را درک بکنن. الان بعضیا با همون نام نافرمانی مدنی فقط رو همین زور زدن، رو همین فقط اصرار دارم و میگم ما هیچ چیز دیگر نمیتونیم قبول بکنیم. من البته بنده نظرم این است که همه ما باید تمام فعالیت‌هایمون را باید هماهنگ بکنیم. من منکر تأثیر فعالیت‌های دموکراتیک نیستم. در هر جای دنیا این فعالیت‌ها تأثیر داره، در هر جای دنیا این فعالیت‌ها سبب تبدیلی میشه، سبب انقلاب میشه، سبب تغییر وضع میشه، الا جمهوری اسلامی که در اینجا باید فعالیت نظامی در کنار اون فعالیت‌های دموکراتیک باشه. اینها زبان انسان سرشون نمیشه، اینا یعنی گفتمان منطقی که سر اینها نمیشه، اینا فقط در مقابل زور انسانن. درود بر شما آقای ریگی. وقت ما تمام شده. شما 30 ثانیه اگر پیامی دارید، جنبندی دارید بفرمایید تا ما خداحافظی کنیم. 5 دقیقه از وقت ما گذشته. بفرمایید آقای ریگی. 30 ثانیه. پیامم مختصر و کوتاه این هست که ما همه کوشش بکنیم که قربانی تبلیغات رژیم بر علیه همه مبارزین، اهم از کرد و بلوچ و فارس و عرب و غیره نشیم و واقعیت‌ها را درک بکنیم، حقایق را درک بکنیم و همه با هم دیگه محبت بکنیم و برای آزادی در تلاش باشیم. ممنونم آقای ریگی، بسیار سپاسگزارم که با این گرفتاری تشریف آوردید صحبت کردیم. از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید سپاسگزارم. از کیوان عزیزم در اتاق فرمان ممنونم. یک بار دیگه از شما آقای ریگی سپاسگزاری می‌کنم. تا برنامه دیگر روز دوشنبه، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد مبارزان.